کردن باز کردن قفل با 2 تا سیم خیلی مهارت میخواد. تا وقتی با ابزارهایی مثل ویورک و کامپیک آشنا شدم، اونجا بود که فهمیدم طراحی مغزی قفل‌ها چه ضعفایی میتونه داشته باشه. اولی ویورک نام داره. این ابزار شبیه قلاب تکی عمل میکنه و برای استفاده ازش به یه آچار تنش هم نیاز داری. ویورک مستقیما داخل مغزی قفل وارد میشه و با حرکت سریع به داخل و بیرون همه پین‌ها رو به صورت یکجا تحت فشار قرار میده. اگه فشارش کم باشه قفل باز نمیشه و اگه زیاد باشه ممکنه به ساختار مغزی قفل آسیب بزنه. در اثر این حمله سریع و پرقدرت پین‌ها بالا رفته و در حالت گیر کرده باقی میمونن و در این لحظه با یه چرخش کوچیک آچار تنش قفل به راحتی باز میشه. ابزار دوم کامپیکه. نحوه کارش آدم رو به فکر میندازه که نکنه خود سازنده‌ها عمدن این ضعفو گذاشتن. کامپیک از فضای پشت پین‌های قفل استفاده میکنه و همه پین‌ها رو همزمان و در یک حرکت مستقیم به موقعیت باز شدن فشار میده. اگه از این سبک محتوا خوشت میاد و دوست داری با دنیای پشت پرده چیزای ساده آشنا بشی، به خانواده فک مغز ملحق شو.